رفتار ننگین رژیم آمریکا در این روزها که با وقاحت و پررویی سپاه پاسداران را جزء گروه‌های تروریستی اعلام کرد، نشانگر عمق کینه‌ورزی و سفاهت و جهالت این رژیم است. کیست که نداند سپاه بیشترین ضربه را به تروریسم خطرناک در منطقه زده است؟ آقای ترامپ با وقاحت اخاذی از سعودی و برخی کشورهای منطقه را نقطه قوت خود می‌داند و اعلام می‌کند و افتخار می‌کند که برای شرکت در اجلاس ریاض بیش از 100 میلیارد دلار اخاذی نموده است. شما یک دولت دزد هستید و این مدال را خود به سینه خود نصب کرده اید. شما امروز همین مجلس رو ملاحظه می‌فرمایید، از در واقع جریان‌های مختلف سیاسی تشکیل شده، اما برای مقابله با این اقدام ناشیانه برخی از دولت مردان آمریکا همه لباس سپاه تن پوشیدن. این پیام داره، یعنی سپاه در قلب ملت ایرانه، باعث اتحاد بیشتر مردم ما میشه، باعث محبوبیت بیشتر سپاه میشه. همه ما پاسداریم، پاسدار ارزش‌های انقلاب اسلامی، پاسدار ایران اسلامی. اصلا تعجب آوره که شما بیایی نیروی نظامی یک کشوری که در ذیل سازمان ملل به ثبت رسیده و فعالیت میکنه رو به عنوان گروه تروریستی اعلام بکنید. با توجه به فضایی که ترامپ ایجاد کرد برای دنیا، در پی شکست‌های متعددی بود که امریکایی‌ها خوردن. همین امروز که بعضی از استان‌های ما درگیر سیل هستند، تمام پاسداران ما در خط مقدم تو گل و لای دارن به مردم خدمت میکنن. مطمئن باشید که پاسخش رو محکم خواهیم داد و از همین امروز آمادگیمون اعلام میکنیم. نمایندگان همچنین امروز طرحی سفوریتی تهیه کردند که بر اساس آن آمریکا دولت حامی تروریسم و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام را هم گروه تروریستی اعلام می‌کند. به تمام ارتش‌های منطقه و همچنین نهضت‌های آزادی بخش و جهادی این مجوز داده میشه که نیروهای آمریکایی در منطقه به عنوان تروریست باش برخورد کنن، اونها را دستگیر کنن، به تحویل دولت جمهوری اسلامی ایران بدن.